وجود اولی انسان که در حرکت است شیطانی است. حالاتت هم شیطانی است. نور اولی انسان نور شیطانی است. انسان باید نور علی نور بشود. خودت را باید تحویل اهل بیت علیهم السلام بدهی تا دستت را بگیرند. وقتی به معراج می‌خواهی بروی، باید از خودت بمیری و با یک حیات دیگر به معراج بروی. سوال: بمیریم یعنی چه؟ فرمودند یعنی همه تعلقات و همه چیز را فراموش کنی. مثلا حج کسانی قبول است که دور کعبه هر چه فکر می کنند اسم بچهشان، چهره بچهشان، شغلشان، دکانشان اصلا یادشان نمی آید. آنهایی هم که حجشان قبول نیست در بازارها برای این و آن در حال خرید هستند. اصلا انسانی که تازه از معراج برگشته اسم بچهش را نمی داند. اما از توحید تا هر کجا سوال کنی جواب می دهد. سوال: چطور به اینها برسیم؟ باید اولیا دستتان را بگیرند تا کمال همنشین در شما اثر کند. همنشینی با اهل بیت علیهم السلام و اولیای خدا اثرش را می گذارد. و این شعر را می خواندند: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ سوال کردیم آن کسی که همه چیز را فراموش کند مسئولیت ها و معیشت خانواده و غیره چه می شود؟ فرمودند وقتی که از مرتبه خیالی و عقلی به مرتبه وجودی برسید، دیگر خداوند خودش همه چیزت را به گردن می گیرد و تأمین می کند. قند و نمک هم از بهشت می آید. حتی در امور اجتماعی و خانوادگی به تو الهام می کنند که چنین کن و چنان کن. اصلا همه ما در خیال خودمان زندانی هستیم. مثلا الان که ما در این خانه نشسته ایم، فقط عکس خانه را داریم، چون چشم ما این را می بیند و به خیال ما می دهد. آن چشم باطنی ما این خانه را در خیال ما می بیند. اما وقتی چشم باطن ما باز شود، این خانه را دیگر از مجرای خیال نمی بینید، بلکه اصل و ملکوت آن را می بینید. اصلا ما همه در زندان هستیم و تا الان بیرون را ندیدیم. فقط اهل بیت علیهم السلام و اولیای خدا به واسطه آنها هستند که بیرون هستند و ما بقی همه در زندانند.